سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان دل. به یه ویدیو جدید از چنل مستر آرکس خیلی خوش اومدید. امیدوارم به حال دلتون بمب شراوت. آقا همونطور که از تامنل و تایتل ویدیو متوجه شدید، امروز اومدیم با یه آموزش بسیار کارآمد و قرار امروز توی این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چطور میتونید با استفاده از اطلاعات ایرانی و کلا با استفاده از شناسنامه خودتون توی سایت فرجمنت اعراض هویت انجام بدید و بتونید از ویژگی‌های سایت فرجمنت استفاده کنید و برای خودتون استارز، پرمیوم یا خرید و فروشایی که توی سایت فرجمنت هستش رو با اطلاعات خودتون انجام بدید و بتونید از این سایت استفاده بکنید و ازش لذت ببرید. فقط خوشحال میشم قبل اینکه این آموزش خیلی خفن رو استارت بکنیم حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یوتیوب رو حمایت کنید که واقعا به حمایتاتون نیاز داریم. و اگه جزو افرادی هستید که به اخبار روز تلگرام یا اخبار روز جیفت‌های تلگرامی علاقه‌منده، حتما جوین چنل تلگرام اون وایدی @مسترالکس بشید و بدون هیچ حرف اضافه ای بریم این آموزش خیلی خفن رو با هم استارت بکنیم. خب عزیزان دل، اول از همه برای اینکه بتونید توی سایت فرجمنت اعراض هویت انجام بدید نیازمند برنامه تونچیپر هستید که فکر کنم اکثریتتون نصب و دانلودش دارید، ولی خب اگه حالا نصبش ندارید برای نصب کردنش از پلی استور یا همون فروشگاه پلی خودمون میتونید اقدام کنید. بعد اینکه نصبش کردید وارد تونچیپر میشید و برای خودتون یه ولت میسازید. حواستون باشه که رمز ولت رو داشته باشید، چرا که الان من برای مثال وارد این ولت شدم، با این ولت میرم توی سایت فرجمنت اعراض هویت انجام میدم و اگه خواستم حالا خرید و فروشی توش انجام بدم فقط با همین ولتی که باهاش اعراض هویت انجام شده میتونم خرید و فروش خودم رو انجام بدم. پس حتما حواستون باشه که با کدوم ولت دارید اعراض هویت میکنید و حتما اطلاعات ولتی که دارید باشه اعراض هویت انجام میدید و داشته باشید. خب بعد اینکه وارد تونچیپر شدیم از قسمت پایین قسمت سومی همون براورز رو انتخاب میکنیم و از قسمت سرچ مینویسیم فرجمنت و بعد اینکه حالا سرچش کردید سایت اول برامون بالا میاره که همونطور که میگن سایت فرجمنت برامون بالا اومد که روش کلیک کنید وارد سایت فرجمنت میشید. از اونجایی که من دارم با پی سی همون سیستم این ویدیو رو براتون رکورد میکنم، برای همین با حالا مرورگر خودم وارد سایت فرجمنت شدم، ولی اگه با گوشی هستید همون روشی رو بهتون گفتم روی سایت فرجمنت کلیک کنید وارد سایت فرجمنت میشید و با همچین قسمتی مواجه میشید. البته اینجا برای شما یه دکمه آبی رنگی هم هستش که باید با استفاده از اون بیاید ولت خودتون رو به این سایت متصل کنید که روی سیستم ما سه نقطه رو میزنیم یا همون سه خط رو و روی دکمه آبی کلیک میکنیم که اگه شما هم دوباره روی همون دکمه آبی کلیک کنید میتونید ولت خودتون رو متصل کنید. که از اونجایی که من روی سیستمم میگه با گوشی خودت بیا این کلا کد QR رو اسکنش کن و بعد اینکه اسکنش کرد منو وارد برنامه تونچیپر میکنه تا ولت خودمو به این سایت متصل کنه. البته اینو چیز خیلی مهمی هم بهتون بگم که اگه دارید با سیستم حالا اعراض هویت میکنید برای اینکه ولت خودتون رو متصل کنید روی این تونچیپر کلیک کنید و بعدش بیاید حالا مثل من از این قسمت این کد رو اسکنش کنید و خودکار بعد اینکه حالا وارد تونچیپر شدید از این قسمت که حالا توی تصویر دارید میبینید روی کانکت بزنیم و رمز خودمون رو وارد کنیم ولت همونطور که میبینید الان اینجا خودکار متصل شدش. که حالا من اگه یه بار سایت رو اینجا رفرشش کنم اگه برامون بالا بیاد همونطور که میبینید الان ولت ما به این سایت متصل شده. خب بعد اینکه ولت خودمون رو به این سایت متصل کردیم الان نوبت اکانت تلگراممون هستش و حالا روی گوشی هم اگه شما سه خط بالا سمت راست رو بزنید و حالا دکمه آخر رو انتخاب کنید یه دونه صفحه زرد براتون بالا میاد و میتونید اکانت تلگرام خودتون رو متصل کنید. که من چون که قبلا اکانت خودم متصل کرده بودم خودکار برام بالا آورد که حالا من یه بار لوگ اوت میکنم یعنی خارج میشم که فکر کنم این من همش بزنم این خودش خودکار تایید میکنه. بعد از این قسمت شوتش کنم بیرون. خب اگه دوباره سه خط رو بزنیم و از این قسمت کانکت تو تلگرام رو بزنیم یه سایتی رو برامون بالا میاره. از این قسمت اول تگ کشور رو وارد میکنیم که 98 و بعد اینجا شماره اکانت تلگراممون رو وارد میکنیم. الان من وارد میکنم که حالا برای شما هایت شده که نمیتونی ببینی، ولی خب شما هم مثل من از این قسمت شماره اکانت تلگرامتون رو وارد کنید و بعد اینکه وارد کردید نکست رو میزنید و همونطور که میبینید الان برای من اینجا یه دونه پیامی اومده و گفته که روی اکانتی که حالا شماره‌شو وارد کردیم ما یه دونه پیامی رو فرستادیم. که اگه اینجا صفحه رو براتون بزرگتر کنم و روی گوشی وارد قسمت پیام‌ها بشم همونطور که میبینی الان اینجا برای من یه دونه پیام اومده که تایید یا ردش میتونم بکنم. که من روی تایید میزنم که اول صفحه رو دوباره بزرگش کنیم تایید رو بزنم بلافاصله اکانت تلگرام من به این سایت متصل میشه. بعد اینکه متصل شد مای پروفایل رو میزنیم که حالا اینجا یه دونه متن قرمز یا نارنجی رو براتون بالا میاره.
روی ورفای مای اکانت میزنید. این قسمت شاید یکم طول بکشه بالا بیاد. خب همونطور که میاد برای من بلافاصله بالا اومد. بعد اینکه بالا اومد شما حالا فکر کنم برای شما یه صفحه اولی هم بیاره که یه دکمه اولی رو باید انتخاب کنید و بعدش روی کانتینیو بزنید و وارد این قسمت بشید. بعد اینکه وارد این قسمت شدید از این قسمت اول کشور رو انتخاب میکنید. راستی توی روند احراز هویت حواستون باشه که فیلتر شدنتون روشن باشه، چرا چون که با فیلتر شدن میتونید بهتر احراز هویت خودتون رو انجام بدید. خب اینجا ما میتونیم یا کارت ملی رو انتخاب کنیم که آیدی کارت ملیمون هستش و شما میتونید با استفاده از کارت ملی هم احراز هویت خودتون رو انجام بدید، یا پاسپورت. از اونجایی که خیلی کارت ملی ندارم، به شخص خودم که الان 3 سال تو صف دریافت کارت ملی ام و نیومده، مجبورم که با استفاده از پاسپورت یا همون شناسنامه خودم بیام کلا احراز هویت خودم رو انجام بدم. خب روی کانتینیو میزنیم و توی این قسمت شما میتونی روی کانتینیو بزنی و یا آپلود کنی یا دوباره روی کانتینیو بزنی و وارد دوربین موبایلت بشی. خب یعنی اگه من اولیو بزنم و روی موبایل باشم خودکار میاد وارد دوربین گوشی من میشه و میگه شناسنامه خودتو باز کن و صفحه اولشو به گوشی و به دوربینت نشون بده تا خودش اسکن کنه. که حالا شما میتونی یا این روشی که بهتون گفتم رو بزنید یا بیای روی آپلود بزنید و حالا از قسمت عکسایی که دارید بیاید عکس شناسنامه خودتون رو آپلود کنید. که حالا من از قسمت عکسام میام عکس شناسنامه خودم رو اینجا آپلود میکنم. خب الان من عکس شناسنامه خودم رو توی سایت آپلود کردم که 2 تا عکس ازم خواست که من یه دونه عکس از صفحه اول شناسنامه خودم گرفتم، یه دونه عکس از صفحه دومش که عکس اولیو توی قسمت اولیه آپلود کردم، عکس دومی حالا توی میشه گفت قسمت دومیه. خب و حواستون باشه که یه چند تا عکس بگیرید توی گالریتون باشه، یکی آپلودشون کنید، ممکنه باگ بگیره قبول نکنه. مثلا من 3 تا عکس از صفحه اول شناسنامه‌ام گرفتم، 3 تاشم مثلا یکی آپلود کردم، مثلا 1-2 تاشو قبول نکرد، سومی اومد قبول کرد. که حالا این قسمتش یکم اذیت میکنه ولی خب چند تا عکس داشته باشید اوکیه. بعد اینکه آپلود کردی روی کانتینیو میزنید. خب بعد اینکه حالا اطلاعات خودتون رو وارد کردید توی این قسمت ازتون حالا اطلاعات آدرس خونه و اینا رو میخواد که شما میتونی حالا میشه گفت تا حدودی فیک هم وارد کنی، ولی تقریبا یه اطلاعات درست درمونی توی این قسمت وارد کنید که تایید کنه و نیاز نیستش حالا اطلاعاتی که میخواید وارد کنید دقیق باشه. که حالا مثلا توی لاین اول ازتون آدرس خونه میخواد، لاین دوم مهم نیست، اینا که کنارشون ستاره وارد شده اینا مهمن که باید حتما وارد کنید. که حالا یکی ما میایم توی این قسمت وارد میکنیم اطلاعاتو و بعد اینکه وارد کردیم روی کانتینیو کلیک میکنیم که من برم اطلاعاتو وارد کنم و بریم برای مرحله بعد. خب بعد اینکه اطلاعات خودتون وارد کردید دوباره روی دکمه آبی کانتینیو میزنید که بعد اینکه تایید کنه وارد مرحله آخر میشه که اگه برامون بالا بیاره که همونطور که میگه الان برای ما نوشت که اطلاعات شما در حال بررسی هستش و ممکن حالا 1 الی 2 روز طول بکشه تا این حالا اطلاعات بررسی بشه و نتیجه احراز هویت شما بالا بیاد. البته یه چیزی حالا منو متعجب کرد که قبلا من یادمه وقتی می‌خواستی احراز هویت کنی بعد اینکه شناسنامه خودتو آپلود می‌کردی یه دونه مرحله می آورد که بهت میگفت که شما باید دسترسی دوربین رو به سایت بدی که وارد دوربین میشد و با گوشی باید میشه گفت از دوربین سلفی فیس خودتو میگرفتی و سر خودتو تکون میدادی تا فیس شما رو تایید کنه. که حالا روی پی سی از من نخواست، اگه روی گوشی ازتون خواست همونطور که بهتون گفتم دسترسی های مورد نیاز رو میدید و فیس خودتون رو تایید میکنید و اطلاعات رو همونطور که بهتون گفتم توی این قسمت وارد میکنید و بعد میره روی لیست انتظار و اطلاعات شما رو بررسی میکنن. اگه مورد تایید بود احراز هویت شما تایید میشه که میشه گفت اکثرا 99% اوقات اگه اطلاعات رو درست زده باشید تایید میشه. اگه تایید نشد دوباره میشه گفت مراحل رو از اول انجام بدید و دوباره اطلاعات خودتون رو بفرستید تا بررسی بشه. خب عزیزان دل دمتون گرم تا آخر ویدیو من همراهی کردید. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشید و آموزش به کارتون اومده باشه. بازم اگه سوالی مشکلی داشتید توی کامنت ها در خدمتتون هستم و تا میتونم سعی میکنم که راهنماییتون کنم و خوشحال میشم. قبل اینکه این ویدیو رو تمامش کنیم حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یوتیوبمون رو حمایت کنید که واقعا به حمایتاتون نیاز داریم و اگه جزو افرادی هستی که به اخبار روز تلگرام یا اخبار روز گیفتای تلگرامی علاقه‌منده حتما یه سری هم به چنل تلگراممون با ایدی @mrx بزنید و بدون هیچ حرف اضافه‌ای خدا استا ویدیو بعدیمون